سلام بچه ها، خوبید؟ امیدوارم که رو به راه باشید. یه موضوعی رو من میخواستم اضافه کنم به اپیزود قبلی که در مورد پرابلم سالوینگ یا تکنیک حل مسئله بود، با عنوان ابسترکت تینکینگ یا تفکر انتزاعی. با این مفهوم به پیشنهاد یکی از دوستان من آشنا شدم و یکم دربارهش خوندم، دیدم چقدر مفهوم مهم و موضوع قابل تکیه‌ایه تو تکنیک پرابلم سالوینگ. تفکر انتزاعی چی میگه؟ ابسترکت تینکینگ. حالا اگه کسی خواست سرچ کنه، اسپلش هم اینجوریه که A B S T R A C T thinking. ابسترکت تینکینگ. در مقابل این کلمه هم کانکریت تینکینگ فکر میکنم. ابسترکت تینکینگ انتزاعیه، تفکر انتزاعیه که مبتنی بر تجسمه. یعنی شما باید بتونید بدون عینی بودن خیلی از مسائل اونها رو تجسم کنید، راه حلاشو از جنبه های مختلف بررسی بکنید، نتیجه ها رو فرض کنید و بعد تصمیم بگیرید. این خیلی کمک میکنه به تکنیک حل مسئله هر کسی. یعنی هرچی تفکر انتزاعی، قدرت تفکر انتزاعی شما بیشتر باشه، قابلیت حل مسئله خیلی بالاتری دارید، مدیریت بحران بهتری رو میتونید انجام بدید و خلاقیت بالاتری هم دارید و از جنبه های مختلفی میتونید مشکلات رو بررسی بکنید. به خاطر همین من گفتم این ابسترکت تینکینگ هم خیلی موضوع مهم و قابل ذکریه که اضافه کنم به اپیزود قبلی و اینجا بذارمش که شما اگه دوست داشتید درباره‌اش سرچ کنید، بخونید، چون به موارد مختلفی بستگی داره که ویژگی های این ابسترکت تینکینگ 5 مورد ذکر شده که شماره یکشو گفتن توانایی تغییر مسیر افکار از یک وجه به وجه دیگه. یعنی شما بتونید همه جانبه به مشکلات نگاه بکنید و زاویه دیدتون رو بتونید همواره تغییر بدید. این لازمش اینه که شما تفکر انتزاعی داشته باشید، ابسترکت تینکینگ داشته باشید. مورد دومش هم که نگهداری همزمان وجوه مختلف توی ذهنتونه. یعنی اینه که به این معنی که حالا اگه قراره یه مشکلی رو حل بکنید، یادتون نره که از فلان چیز هم میتونید استفاده کنید، از بهمان چیز هم میتونید استفاده بکنید. همزمان به همه چیز حواستون باشه. این هم باز لازمش ابسترکت تینکینگه. مورد شماره 3 هم در نظر گرفتن موارد اساسی یک موضوع و تجزیه و تحلیل اونه. یعنی این که شما حواستون باشه حالا وقتی قراره فلان مشکل رو حل بکنید، مثلا این 3 تا موضوع توش اهمیت ویژه‌ای دارن. فرض کن 10 تا موضوع مطرحه که 3 تاش بنیادیه و خیلی مهم. همزمان شما باید حواستون باشه که این 3 تا موضوع رو فراموش نکنید و تو گوشه ذهنتون داشته باشید. همزمان باید این اتفاق بیفته. و باز هم این عنوان شده که ابسترکت تینکینگ بهتون کمک میکنه این قدرت رو بیشتر و بهتر داشته باشید. قدرت طرحریزی و استفاده از نمادسازی هم مورد شماره 4 که برای ابسترکت تینکینگ ذکر میشه. یعنی شما باید بتونید تشبیه کنید دیگه. یه موردی که خیلی در مورد این ابسترکت تینکینگ اشاره میشه، این افرادی که خیلی از ضرب المثل ها استفاده میکنن تو حرف زدن و خیلی راحت ربط میدن اون رو به موضوعات مختلف، اینا تفکر انتزاعی قدرتمندی دارن. یعنی یارو یه نمادی رو داره ربط میده به یه چیزی که یه شخص عادی و تیپیکال شاید خیلی به این راحتی به ذهنش نمیرسه. سریع یه نماد سازی میکنه، معادل سازی میکنه و از ضرب المثل استفاده میکنه، از شعر استفاده میکنه، از موارد مختلف، از نمادهای مختلفی استفاده میکنه. اینهایی که میتونن این قدرت رو خیلی خوب داشته باشن هم تفکر انتزاعی یا ابسترکت تینکینگ قدرتمندی دارن. این مورد شماره 4 بود. مورد شماره 5 هم که تعبیر دیگه. تعبیر، شما اگه از نمادها استفاده میکنی، اگه از ضرب المثل ها استفاده میکنی، باید تعبیرش هم بتونی، ربطش هم بتونی بیان کنی، نه اینکه فقط حالا یه چیز بی ربطی رو بپرونی و بگی و ازش رد بشی. این تعبیر کردنه هم لازمش داشتن تفکر انتزاعی یا ابسترکت تینکینگ. اینم گفتم این 5 مورد رو در مورد ابسترکت تینکینگ ذکر کنم اینجا، اضافه کنم به اپیزود قبلی، شاید خالی از لطف نباشه،
چون احساس کردم تو اپیزود قبلی اونجور که باید و شاید ما نتونستیم خیلی خوب بهش بپردازیم و خودم خیلی اونجور که دوست داشتم نتونستم، چون طولانی میشد اپیزود، بهش بپردازم. گفتم اینو تکمیلی اضافه کنم. در مورد تفکر نقطه مقابل ابسترکت تینکینگ هم که گفتم، کانکریت تینکینگ یا تفکر صلب یا عینی، یعنی شما باید حتما این چیز رو، بعضی از افراد، حالا منظورم از شما، باید یه چیز رو عینی و ملموس ببینی که بتونی لمس بکنی و مشکلش رو حل بکنی. وقتی که تفکر انتزاعی نداری، اینجوری داری به مسائل نگاه میکنی. یعنی باید اون تفکر انتزاعی مختل شده باشه که فقط این شکلی به مسائل و مشکلات نگاه بکنی. حالا بعضیا خیلی قدرتمند و عمیق این ابسترکت تینکینگ رو ندارن. چه راه حل هایی براش ارائه میشه که تقویت پیدا کنن اینا؟ چیزایی که من خوندم و سرچ کردم، اولین موردش اتفاقا ریاضیات بود. گفته میشه که این ارتباط بین اعداد و تصور انتزاعی خیلی از اشکال و مسائل و مشکلات تو ریاضیات باعث میشه که ابسترکت تینکینگ شما تقویت بشه. پس طبیعتا افرادی که با ریاضیات آشنایی بیشتری دارن، قدرت تفکر انتزاعی و ابسترکت تینکینگشون خیلی بالاتر و کاربردی‌تره نسبت به افرادی که با این موضوعات آشنایی ندارن. موارد دیگه ای هم که ذکر شده و اشاره شده که میتونه کمک کنه به ابسترکت تینکینگ، فلسفه و ادبیات و تمرین های خاصی مثل بازی های فکری، پازل ها، تحلیل مسئله های پیچیده و چیزای این شکلیه. و اینجا در آخر خواستم ذکر کنم که باز هم توی این ابسترکت تینکینگ خیلی پررنگ اشاره میشه که از تأثیر ریاضیات بر ابسترکت تینکینگ یا تفکر انتزاعی نمیشه صرف نظر کرد و نمیشه کتمانش کرد. خیلی تاثیرگذاره، خیلی مهمه ریاضیات روی این ابسترکت تینکینگ، مخصوصا در بعد خلاقیت و در بعد توجه همه جانبش خیلی ریاضیات اثرگذاره. امیدوارم که تونسته باشم منظورم رو بازم برسونم. خیلی مخلصیم، دم شما گرم که ما رو دنبال میکنید و به دوستاتون هم پیشنهاد